سلام دوستان، به کانال روایتگر شب خوش آمدید. یاسمن هستم، روایتگر داستان واقعی زندگی شما. اگه از داستانای کانال خوشتون اومد، لطفاً با لایک، کامنت و شیر کردن ویدیوها ازشون حمایت کنید. اسم من منوچهره. متولد سال 55. تک پسر خونوادم بودم. تو شرایط خیلی بدی بزرگ شدم. تو دوره جوونیم با موانع زیادی برخورد کردم. اما با اراده قوی خودم تونستم از پس این همه موارد بر بیام. اما تا به خودم اومدم یه عمری از من گذشته بود و من هنوز یه زندگی مشترک تشکیل نداده بودم. من به خاطر خانواده‌ام و مراقبت کردنشون به فکر ازدواج نبودم. به این اعتقاد بودم که یه زن وقتی به زندگی میاد محاله برای پدر و مادرم اون عروسی که میخوام بشه. اخلاق بیشتر خانوما رو میدونستم. برای همین قید ازدواج رو زدم. تو سن 35 سالگیم خانواده‌مو از دست دادم و من تک و تنها موندم. رفیقام نصیحتم کردن که ازدواج کنم و یه زندگی مشترکی رو شروع کنم. اما برای من خیلی سخت بود. چرا که سن و سالی ازم گذشته و اصلا دختری هم نیست که منو با این شرایطی که دارم قبول کنه. دوستم مهدی گفت چرا ناامیدی؟ خودت دست به کار شو. ببین اگه کسی تو رو قبول نکرد میتونی این حرفا رو بزنی. تو به خدا توکل کن و کاراتو رو به راه بنداز. من برای این قدم دو دل بودم. اما باید پا تو این مسیر میذاشتم. بالاخره من تا کی قراره تنها بمونم؟ با مهدی مشورت کردم. اون چند تا دختر زیر نظر داشت. اونا رو معرفی کرد. سنتی پیش قدم شدم. اما اصلاً باب میل من نبودن و خودشون اصلاً از من خوششون نمی اومد و منو رد می دادن. منم کم کم داشتم ناامید می شدم. چون 3 سال مدام دنبال شریک زندگی می گشتم. تو اوج ناامیدی مهدی بهم زنگ زد و گفت داداش من یه دختری رو برات سراغ دارم. میتونه برای تو یه خانم خوبی باشه. گفتم تو رو خدا مهدی. اگه اونم مثل قبلیا باشه خودم نمیخوام. سرش وقت بذارم. گفت نه این بار جدی جدی همیشه خوب پیش میره. منم به خدا توکل کردم و به خواستگاری پرستو رفتم. اون یه دختر 17 ساله‌ای بود و من 38 ساله. 21 سال اختلاف سنی داشتیم. وقتی که با هم نشستیم در این مورد با هم صحبت کردیم گفتم پرستو خانم ما بینمون 21 سال سن فاصله است. مشکلی نداری؟ سرشو تکون داد و گفت نه هیچ مشکلی ندارم. من موافقم. برای من عجیب بود که چرا یه دختر 17 ساله اونم با این همه زیبایی که داشت موافقت کنه با منی که 21 سال ازش بزرگترم ازدواج کنه. وقتی افکارمو به مهدی گفتم دستش رو شونم گذاشت و گفت داداش زیادی وسواسی نباش. اون اگه بد بود که خودم برات معرفیش نمی کردم. بعد به دلت راه نده. بعد از ازدواج میفهمی که اون بهترین انتخابی بوده که برات داشتم. دلمو به دریا زدم و به کارم ادامه دادم و امید داشتم یه زندگی خوبی رو با هم دیگه شروع کنیم. در وهله اول همه چی باب دلمون بود. اصلا باور نمی کردم که من بعد از این همه عمر تا این حد خوشحالی و حس خوب و تجربه کنم. پرستو با جوونیاش دل منو جوون کرد. هر روز بیشتر از روز قبل به حرفای مهدی می رسیدم. پرستو واقعا انتخاب خوبی بود. یعنی ارزش داشت این همه سال به تنهایی گذروندم. بالاخره یه خانومی تو زندگیم اومد که مرهم تموم زخم و دردام شد. من واقعا به چنین آدمی نیاز داشتم. پرستو یه دختر شیطونی بود و خیلی خوشخنده و شوخ. وقتی خسته از سر کار برمیگشتم با شیطنتاش خستگی و از تنم در میکرد. اما ماجرای اصلی زندگیمون از 3 ماه بعد از ازدواجمون شروع شد. اون هر 2 تا 3 روز به خونه آقاش میرفت. منم اصلا محدودش نمیکردم. بهش آزادی دادم. میدونستم یه خانم با این سن و سال به چه چیزایی نیاز داره. من درکش میکردم. اما هر بار که به خونه برمیگشت با یه لباسای دیگه‌ای بود. تعجب کردم. برای 3مین بار این اتفاق افتاد. گفتم چرا وقتی به خونه بابات میری با لباسای دیگه‌ای برمیگردی؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت مگه بعد آدم شیک پوش باشه؟ هر بار میرم خونه آقام
مامانم برام یه لباس جدیدی خریده. منم ترم میکنم برمیگردم. خوشش میاد همون موقع تنم کنم ببینه. منم باورش کردم. چون مادرش واقعا دست و دلبازه و از جایی که اون تک دختر خانواده بود همه بهش توجه میکردن. اما چیزی که مدام بهش فکر میکردم اینه که چرا همیشه و بدون مناسبت. حداقل یه بار بره با همون لباسا به خونه برگرده. این شک و دودلیا عینی یه خوره تو تنم افتاده بود. سر کار بودم. حالم خیلی بد بود. مهدی ازم پرسید چی شده؟ چرا اصلا رو برا نیستی؟ گفتم از بس فکر کردم مغزم درد گرفت. مهدی نمیتونم درک کنم. چرا باید زنم این رفتار رو داشته باشه؟ من کم آوردم مهدی. به معنای واقعی کم آوردم. کی منو درک میکنه؟ لبخندی زد و گفت عزیزم من کنارتم درکت میکنم. بگو مشکلت چیه؟ گفتم خانمم یه رفتارای اشتباهی داره. منو به شک میندازه. اخم کرد و گفت تو میخوای زندگیتو نابود کنی؟ سوالی نگاش کردم. گفت اصلا نباید به شک راه بدی که بیاد وسط زندگی مشترکتون و اونو خراب کنه. مرد تو که بچه نیستی. اون هنوز کم سن و ساله. توقع نداشته باش بی خطا باهات زندگی کنه. تو هم به جای اینکه تو ذوقش بزنی بهش روحیه بده، خودشو بسازه. حیف یه دختر تازه‌ایه. یه خانم وقتی خوب بهش رسیدگی کنی بهتر و قشنگتر و شادتر میشه. تو محبت تو ازش دریغ نکن. بهش بها بده. حرفای مهدی درست و بجا بود. سرمو تکون دادم و گفتم حرفات کاملا درسته. از این به بعد این شک و حساسیت‌ها رو کنار میذارم. نمیخوام بهش بد بگذره. مهدی لبخندی زد و گفت باریکلا. داداش من میدونم که به زودی زندگیتون پر از آرامش میشه. روزا به همین منوال گذشت و من دم نزدم. تشویقش میکردم. اونم هر روز به روز سرحالتر و سرزنده تر میشد. تا اینکه یه روزی رسید با حال بد به خونه برگشت. به پرستو گفتم بیا تو رو به دکتر ببرم تا حالت بدتر نشده. با صدایی دردآلودی گفت نه لازم نیست به دکتر مراجعه کنم. حالم خوب میشه باید استراحت کنم. روی مبل دراز کشید و پاهاشو تو شکمش جمع کرد. احساس کردم یه قطره اشکی از چشاش سرازیر شد. بیشتر نگرانش شدم. بالا سرش واسادم و گفتم پرستو تو رو خدا بگو مشکلت چیه؟ چرا به این روز افتادی؟ بازم سکوت کرد. وقتی از جاش بلند شد مایه حیاتی از بین پاهاش سر خورد و از حال رفت. منم زود اونو به بیمارستان رسوندم. نگرانش بودم. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. نیم ساعت بلا تکلیف پشت در اورژانس ایستاده بودم. پرستار با حال و روز آشفته از اتاق بیرون اومد و گفت بگو به شوهرش بیاد امضا کنه. باید وارد اتاق عمل بشه. همین الان. گفتم خودم شوهرشم. بهت زده نگام کرد و گفت نه این تو نیستی. شوهرش یکی دیگه بود. لبخندی زدم و گفتم میدونم متوجه اختلاف سنیمون شدین که این حرفا رو زدی ولی من شوهرشم. عقل کرد و گفت منو میخوای گول بزنی؟ همین امروز غروب اونو با شوهرش دیدم که با هم بحثشون شده بود. قلبم تیر کشید. گفتم اون کیه؟ من میگم خودم شوهرشم. شناسنامه هامونو میبینی میفهمی. ولی اون شخصی که امروز دیدی کیه؟ بهت زده نگام کرد و گفت نمیتونم باور کنم که تو شوهرشی. مدارکو نشون بده. من که از قبل عکس سند ازدواجمونو شناسنامه هامونو تو گوشیم گذاشته بودم نشونش دادم. باورم کرد و گفت خب پس بیا امضا کن. گفتم امضا میکنم. ولی باید بدونم خبر از چه قراره. پرستار به من نگاه کرد و گفت الان وقت مناسبی نیست. همه چی رو برای بعد موکول کن. روبروش ایستادم و گفتم نه خیر. من از اینجا تکون نمیخورم. مگه اینکه بدونم امروز چه اتفاقی افتاده و زنمو چی شده. چرا باید وارد اتاق عمل بشه؟ دستی به موهاش کشید و گفت باشه. الان همه چی رو برات تعریف میکنم. اما اول بیا برگا رو امضا کن بره اتاق عمل چون حالش خیلی بده و ممکنه از بین بره. وقتی این حرفا رو شنیدم باش راه اومدم. بعد از امضا با پرستار نشستم و اون با دودلی نگام کرد و گفت من همه چی رو برات تعریف میکنم. اما بهم قول بده بعد از این رفتارتو کنترل کنی.
چون پرستو حالش به شدت بده و من نمیخوام باعث از بین رفتنش بشم. لبخندی زدم و گفتم باشه، بهت قول میدم. حالا بگو دقیقاً چی شده؟ گفت صبح اون با حال بد به بیمارستان مراجعه کرد. اون حامله بوده. یعنی اوایل بارداریش بود. نمیدونم دکتر چی بهش گفت که عصبی از اتاق بیرون اومد و با اون مردی که باهاش بود بحث کرد. مدام این حرفو تکرار میکرد. هر چی که دارم میکشم از دست خودته. خودت منو به این آتیش انداختی. من سعی کردم مثبتانه فکر کنم. عکس باباشو نشونش دادم. گفتم این نبود. 3 تا برادراشو نشون دادم و گفت نه اینا نیستن. هنوز از گالری گوشیم بیرون نزده بودم که گفت همینه. عکسش اینجاست. من بهت زده نگاش کردم و گفتم کو؟ گوشی رو تو دستش گرفت و عکس مهدی رو بزرگ کرد و گفت همین بود. دلم آتیش گرفت. اخم کردم و گفتم تو حالیت داری چی میگی؟ این شخص محاله باشه. این شخص یه برادره برای من. نمیتونه با من این کارو بکنه. من تو رو باور نمیکنم. با تأسف سرشو تکون داد و گفت این دیگه میل خودته. میخوای باور کنی، میخوای نکنی. من این شخص رو دیدم که باهاش بحث کرد. الله عالمه که بینشون چی گذشته بود که اینجوری با هم بحث کردن. نمیتونستم آرام قرار بگیرم. چند مرتبه به مهدی زنگ زدم. جوابمو نداد. اعصابم بدجوری به هم ریخته بود. به خونش رفتم. مهدی با دیدن من جا خورد. گفتم چرا جوابمو ندادی؟ گفت داداش حواسم به گوشیم نبود. ببخش. اخمی به ابروش داد و گفت خیر باشه چی شده؟ گفتم پرستو تو اتاق عمله. بهت زده بهم نگاه کرد و انگار که از چیزی خبر نداشت. گفت چی شده؟ مشکوکانه نگاش کردم و گفتم یعنی تو خبر نداری نه؟ سرشو خاروند و گفت نه چجوری من خبردار بشم؟ نمیخواستم تو خونه‌شون بحث کنم. اونم زن و بچه داشت. قصد خراب کردن زندگیشونو نداشتم. اما دنبال جواب سوالاتم میگشتم. اونا از خونه‌شون بیرون کشوندم و گفتم پرستار تو رو با پرستو دیده بود. بهت میگفت که تو دلیل این بلا هستی. میتونی بگی دقیقاً چی بوده؟ خودشو به اون راه انداخت و گفت من داداش توی پرستار رو باور میکنی؟ منو که خوب میشناسی. من چه صنایعی با زنت دارم؟ گفتم نمیتونم. اون که عکس رو دید گفت خودتی. اون از کجا تو رو میشناسه که بدی تو بگه؟ من باورش میکنم. حالا تو موظف هستی جواب سوالاتمو بدی. گفت من چیزی برای گفتن ندارم. الان که بدگمون شدی من نمیخوام با تو این رفاقت رو ادامه بدم. عقد کردم و گفتم به درک میخوام این رفاقت نباشه. وقتی که دور از دید من معلوم نیست دست به چه کارایی میزنی. وقتی به بیمارستان برگشتم پرستو از اتاق عمل در آورده بودم. تا وقتی که مرخصش کردم من باهاش حرفی نزدم. چون اوضاعش انقدر رو به راه نبود. نمیخواستم روش فشار بیارم و وادارش کنم حرف بزنه. باید صبر میکردم تا وقتی که به خونه برگشتیم حسابرسی کنم. 1 هفته طول کشید تا مرخصش کردن. هنوز حال خوبی نداشت. اما من نمیتونستم بیشتر از این سکوت کنم. تحملم تموم شده بود. وقتی به خونه برگشتیم به پرستو گفتم الان وقتشه که اعتراف کنی بگی دقیقاً چی شد. تو چرا با مهدی دیدار داشتی؟ سرشو پایین انداخت و گفت منوچهر میشه اینو ازم نپرسی؟ با اصرار گفتم میپرسم که تکلیفم تعیین بشه. من نمیتونم عین آدمای کور باهات کنار بیام. باید بدونم خبر از چه قراره. باید بدونم چرا خانومم با رفیقم دیدار داشته و چرا با هم به بیمارستان رفتن و چرا تو داد میزدی میگفتی همش تقصیر توئه. بگو همه چی رو برام تعریف کن. سرشو پایین انداخت و گفت منوچهر من بچگی کردم. اعتراف میکنم. کم تدبیر بودم. هیچ راه حل دیگه ای نداشتم. مجبور بودم دست به چنین کار اشتباهی بزنم. اخم کردم و گفتم از همون اول بگو ببینم چی بوده و تا چه حدی. گفت همه چی از ماه 3 ازدواجمون شروع شد. اون که مدام به خونمون میومد یه جوری به هم نگاه میکرد تو که اصلا توجه نمیکردی. یه روزی که میخواستم به خونه آقام برم اون سر راهم سبز شد و منو به خونه خودش برد. کارایی باهام کرد در عوضش بهم لباس جدید داد. گفت هر بار که این کارو باهاش تکرار میکنم اون به من یه کادویی میده. تو که میدونی جوون و سرم داغ بود. نمیدونستم این کار چه عواقبی داره. انقدر این کارو تکرار کردم که به اون روز افتادم. بچه‌مو از دست دادم. نمیتونستم باور کنم. اون همه چی رو اعتراف کرد. از جام بلند شدم و گفتم بلند شو برو خونه آقات. من دیگه نمیخوام تو رو تو زندگیم داشته باشم. روبروم زانو زد و گفت
نه تو رو خدا. نه این کارو نکن. من یه سری چیزای دیگه‌ای هم میخوام بهت بگم. اون رفیقت یه آدم 7 خطیه. یه نقشه‌ای برای تو کشیده. میخواد تو رو زمین بزنه. گفتم دیگه حرفاتو قبول ندارم. پرستو، من چنین زنی رو تو زندگیم راه نمیدم. التماس کرد و زار زد. از کارهای دیگه این مهدی بهم گفت. نمیتونستم ردش کنم. بازم بهش راه دادم و گفتم تو رو تو خونم نگه میدارم. به خانواده‌ات چیزی نمیگم. اما فکر نکن من با تو مثل قبل رفتار میکنم. من یه همچین زنی رو قبول ندارم. اما چون همه چی رو بهم گفتی ازت میگذرم. حقم رو از مهدی گرفتم. اما چه فایده که زندگی مشترکمون آسیب دید. ای کاش برای دوستی‌های خودم محدودیت میذاشتم. قطعاً به همچین بن‌بستی نمیرسیدم. امیدوارم از داستان زندگی من لذت برده باشید. پایان.